روز بخیر. امروز ما قرار داریم در یک شهر دیگری همین وایوود و یا اینکه با زبان تاجیکی می شود ولایت پامارسکی کشور لهستان و نام دارد گدینیا و این هم در نزد بحر بالتیک است و خیلی هم جای توریستی است و بسیاری از مهمانان رو با خود جلب میکند هر سال و از اینجا بسیاری از مردم همین گونه کشتی ها را بگیرند و با طریق این کشتی ها میکنند که با شویتسیا و یا که دانیا روند و بله خیلی هم شهری زیباست و این روز بود هوا هم خوب است ولی من فکر کردم که باران می شود ولی به هر حال بود هوا خوب و ولی این گونه مکان است. بله خلاصه که گدینیا و سوپوت و گدانسک این شهرهای هستند که خیلی هم از جهت اقتصادی مهم هستند با این کشور چون که بسیاری از همان موادهایی که از خارج کشور ارزوقهایی که از خارج کشور آورده می آیند از با طریق کشتی ها و آبهای کشتی های بحری یا که راه های آبی و بحری خطی می آیند و بله این قسم خیلی مهم است و ما از دانشگاه مخصوص در گدینیا هستند که تو تنها در مورد کشتی ها اختصاص خواهی داشت و تنها در مورد چطور استفاده بردن آنها و بله یعنی ما از گدینیا این مکانی همین گونه انسان ها است شخصایی که بسیارتر با آنها پسند است بحر و ماهیگیری و کشتی ها و عموما زندگی در داخل بحر با آنها این چیز خوب است و دیگر اینکه در گدینیا بجز اون که شهری عموما گدینیا گدانسک سوپوت یعنی این سه شهر رو میگن شهری سه شهره یا اینکه تری سیتی یا اینکه چمیاستا در این شهرها باز شرکت های بزرگی تکنولوژی هم هستن مثلا اون ساختمان رو که میبینید اونجا پر از همین گونه کارپوراسیون بزرگ رو در خود دارد و همین گونه هم تمام شهر بله کارپوراسیون تکنولوژی رو هم دارد که در اینجا آفیس های خود رو دارن و بله این گونه مردم قدم زنی می آیند در اینجا گدینیا و بله من هم در نزدیک گدینیا هستم و Zapraszamy na rejs baśniowym statkiem Regina. Pływamy po Zatoce Gdańskiej, podziwiając urokliwe widoki Cypra Redłowskiego. Bilety do nabycia na pokładzie statku. کمتر کنی ببیند گدینیا را بعد اندیشه‌اش را خواهد گفت ولی به هر حال باز دیگر در اینجا یک دسته فوتبالی است که نام دارد ارکای گدینیا و آنها با همان لخیای گدانسک خیلی هم رقابتی شدید خواهند گذراند و دیگر شاوخوار دیگرش این است که ما از رئیس جمهوری لهستان خودش از گدانسک است رئیس جمهوری امروزه و سروزیر باشد از سوپوت است ولی به هر حال رئیس جمهور خیلی هم پسندش است بازی فوتبال و مخلصی همان لخ گدانسک است و وقتی که گدینیا با گدانسک بازی میکند خلاص تمام مردمی این سه شهر را با خود جلب میکند و بله این دیگر مرکز گدینیا که در لب بحر است این زمان و این گونه نمایان است. ولی در اینجا ماهیگیرها هم زیاد هستند چطوری که میبینید این همون خوده ماهیگیری است و نمیدونم که تا کجا در اصل ماهی گرفته میشود از اینجا ولی به هر حال مردم ولی ماهیگیری آمده هستند و در آن قسم نه میغلطی و در آن قسم خلاصه بسیار از کشتی چها و کشتی های کلان رفته ایستادند و باز مسابقه های زیادی آبی هم می شوند که در آن طرف مردم کشتی چها
نیروی خود را قوت دارن. نمیدونم که چی نمودی ورزش است ولی به هر حال این بود یک ولاگ خوردکک از شهر گدینیا بوریسوگیف. تا نوار دیگر خیر.